سلام خوش اومدیم به یه ولاگ مسافرت مشهد دیگه. از همین اول لو دادم که چی بود، پس بریم با هم دیگه ولاگو ببینیم. سلام، بالاخره چهره منم دیدین. این گلیه که مامانم گرفت. آره دیگه. بعد میخوام برم مسافرت مشهد. درسته یه ویدیو دیگه گذاشته بودم از مسافرت مشهد، ولی خب این فرق داره. این یکی با حضور ویژه خاله ها، مادر بزرگم و حالا فامیلی مامانم که یکم خیلی بهشون نزدیکیم، و دختر خالم. بله بالتم. اوف. یعنی قرار قند تو دلتون آبشه تو این ویدیو. پس بریم 3 2 1 بریم با هم دیگه وسایل جمع کنیم. البته که چمتونم پایینه، برای همین فقط وسایلم میگیرم میری پایین میچینیم. این سه چون که مشهد خیلی سرده، یک این شالو گرفتم که بافه، یک این شالو گرفتم با این یکی یکم خنک‌تره. وسایل نمیدونم چی شلواریایی بیارم. نمیارم با یه مشکی دیگه. چی یکی این بافتنیه رو میارم، نمیدونم چند تا، ولی اینو میارم برای زیر چون که جذبه میپوشم. اینو دیگه نیارم چون خیلی زیاد میشه. این میارم که زیر این میپوشم. چقدر اینجا انباره چیه؟ نه بوی خوبی میده، فکر کردم بوی ماشین باشی میده. این دوتا رو میپوشم. این دوتا میشه یه ست. نه ستاشو معلوم نکردم. بعد این یه پلیورمه، هودی یادم رفت بگیرم ولی خب دیگه بلکن اینم گرفتم. کاپچن اینم گرفتم برای زیر لباسم چون که جذبه. اینم که بافته، حالا خب اونجا گرم باشه. اینم که بافته. این ستون هم شمالیه. اینم که فامبر با چند تا چیزای دیگه. این پایینی که مامانم حالا من چاپ میزنم. الان شام خوردم و خستگی دارم پاره میشم. دارم درس میخونم. اصلا خیلی بدجور. موام چرا اینطوریه؟ امتحان داریم. الان علوم خوندم و بشینم فارسی بخونم. امیدوارم نگیره چون که مراسم داریم ولی نمره ندارم. خدا میشه ندومه چی کار کنه. به خدا 6 تا درس دیگه مونده با درس آزاد. خیلی زیاده. خیلی دیر شد. لویشو سلام عروشک بخواه بگیری. شما همیشه متین ساندویچ. How are you? Go. ای آتنای گم ندیده. Akhibi. Baror. Abi. Arkadaş. Baror. Mahdeviye şirketi.
چی شد؟ خدا از خانات یه حاجی خانات که جه نیسته خانسورچی جات خوبه؟ عالی حالا اونا بود پایین برای کی؟ برای اون بود؟ آره گفت اقلا ببرم پایین چه مسئولا نمیده پایین میده که میگه علی که چرا بریزی چه میریزی سر خانه خانه بقیه روز سه شنبه من پا شدم باز و چشمی دیدم انگار تو معلومه؟ اتفاقا بپرسید از حافظین قرآن من باشون ارتباط دارم تو حوزه جان به به دوستا سلام صبح شما بخیر داداشی مدیر صحبت مبارک اصلا ما تکونم میبینم و دارم میگم بارو اگه ببخشید خسته نباشید. اینجا تو این خیابونش چی بود؟ شاهین فر؟ شاهین فر همینجا. بعد کافه زمان و همین بستنی قاجاری درست می‌کنه. باراباس نه این جلویی میبینیم نوار قرمز داره آره دیدم دستتو قرار نکنه مرسی. فرنگی تاریخی قرآن بریم چادر میتونه بذار تو این داداش مهدی کجا رفتی؟ حالا فروشیه نه برای جمع کجا حامله ناب بستنی با شیر ناب بستنی بودو بستنیه بودو بستنیه این بستنی دوره قاجاره بیش از 100 سال خدمت داره نفتم که پیش آهنگ میخونه؟ دختر من لامزه معلوم نیست. دختر خاله من نازه دی دخترم ممتازه عاشقش شدم تازه دختر خاله من. عاشق شدم ببین قلب
پیاده چه پایینه خیلی پایینه من الان میرم اینا کنگستوی نشتمه قرمز این نگاه کن اینطوری چرخش نمی‌چرخه. آره کرم جلوتر نمیره. تمیزه همه دارن میاین همه سلام ماتی سلام دیگه تمام شد داریم ستاره من برلینگه بابولینگ خب اینم از این ولاگ دیگه تموم شد پس لایک کامنت ساب فراموش نشه خدافظ